خدمات فدرالی زندان‌های روسیه بر پایه تحقیقات میگوید بیش از 7,500 شهروند تاجیکستان چوریک خارجی‌های زندانی در روسیه را تشکیل می‌دهند. اکثر آنها با جرم قاچاق مواد مخدر محکوم شدند، ولی کم نیستند حالت‌هایی که زندانی‌ها خود را بیگناه می‌حسابند. یکی از چنین نفران نعیمجان یعقوبوف است که درباره بازداشت ساخته‌کاری شده و بعداً محکومیتش به 5 سال زندان از روی اتهام حفظ و نگهداری و انتقال مواد مخدر سال 2009 خودش به رادیوی آزادی خبر داده بود. و آن زمان راننده تاکسی بود و پلیس روسیه گفت او را به هنگام انتقال مواد مخدر بازداشت کرده است. نعیمجان یعقوبوف 41 ساله آخر سال 2014 از زندان شهر پوگاچوف ولایت ساراتوف به آزادی برآمد و حالا تلاش دارد توسط دادگاه اروپا نام خود را سفید کند. حالا او به سوالهای رادیوی آزادی پاسخ می‌دهد. نعیمجان بگوید روزتان در زندان چه خیلی گذشت؟ روزی که مرا بازداشت کرده در نگهداری مواد مخدر ایبدار کردند، من تاکسی می‌راندم. من بیگناه بودم و تلاش کردم برای اثبات بیگناهی خود از سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق انسان و هم سفارت تاجیکستان کمک بگیرم. آماری که به نزدیکی نشر شد میگوید که شهروندان تاجیکستان در میان خارجی‌ها اکثریت را در زندان‌های روسیه تشکیل می‌دهند. در زندانی که شما نگهداری می‌شده تاجیکان هم بودند؟ من همین طور فهمیدم که در نظام ساختارهای قدرتی روسیه قانونی نانوشته عمل می‌کند که هر جنایتی مربوط به مواد مخدر تحقیق و کافتوکاوی زیاد را طلب نمی‌کند. برای آنها مهم این است که نشانات‌های کشف و آشکارسازی جنایت‌ها را در آمار بالا برند. همین را به من یک مفتش هم گفت که تو یک واحد استاتستیکی هستی که در گزارش‌های گاز نارکوکنترول فدراسیون روسیه باید وارد شوی. از سوی دیگر مطبوعات آن دوره یک تصور ایجاد کرده بود که اگر این شخص تاجیک باشد پس حتما قاچاقچی است. من از همین خاطر هیچ کاری کردن نتوانستم. حالا شما چی نیت دارید؟ مبارزه را برای پاک کردن اسم خود ادامه می‌دهید؟ بله، اونجا هموطنان ما هستند و من حالا برای سرنوشت آنها غم می‌خورم. نمیدونم چه خیلی کمکشان کنم. در زندان رقمی 17 در شهر پوگاچوف که من از آنجا بیرون شدم تقریبا 20 شهروند تاجیکستان زندانی است. از این پیش من در زندان رقمی 4 همین شهر بودم. در این زندان تقریبا 150 شهروند تاجیکستان بود. در بین آنها شخصانی واقعا هم قاچاقبر هستند، ولی شمارشان نظر به آنهایی که خود را بیگناه و قضیهشان را ساخته‌کاری شده مینامند خیلی زیادند. یکی از مشکلات عمده شهروندان تاجیکستان در زندان‌های روسیه این است که برای آنها حق تماس تلفنی یا خطی با سفارت یا کنسولگری تاجیکستان داده نمی شود. من این را هم از تجربه خودم می دانم و هم از زندانی‌هایی که همراهشان در ساراتوف بودم و هم از هموطنانی که در حالت‌های مختلف به هنگام انتقال از یک جا به جای دیگر با آنها وامی خوردم. بسیار می خواهم سفارت تاجیکستان در مسکو همین مسئله را حل کند. سال 2013 دادگاه حقوق بشری اروپا در استراسبورگ نامه شکایتی مرا ضد روسیه قبول کرد و گفت که در نسبت من بخش‌های 5 و 6 اعلامیه حقوق اروپا نقض شده است. من بسیار امیدوارم که امسال حکم نهایی از روی قضیه من صادر می شود. تشکر. به سوال‌های ما نعیمجان یعقوبوف پاسخ داد که 5 سال خود را در زندان شهر پوگاچوف ولایت ساراتوف گذرانده است.